سلام به شما دوستای خوبم. خب بچه ها 2 دسته برگه گذاشتم اینجا. انتخاب کنید، نیت کنید و انتخاب کنید کسایی که این دسته رو انتخاب میکنن یا این دسته رو. خب بسم الله الرحمن الرحیم برای دسته گروه اول. خب عزیزم ببین، داره اول فالت به من میگه یه سری نگرانی های کاری، مالی یا زندگی فکر تو رو درگیر کرده، ولی برات جابجایی خیلی خوب میبینم. انگاری که سکه میاد توی دستات و به چیزی که میخوای میرسی. از الان تا 10 وعده دیگه اون اتفاقی که منتظرشی خدا رو شکر برات داره میافته. داره به من میگه اگه ظاهر امور برخلاف میلته نگران نباش، چون خداوند اون چیزی که تو میخوای رو دقیقا زمانی که نشستی یا زانوی غم بغل گرفتی داره از آسمون بهت میده. امید و ایمان داشته باش. راجع به برنامه‌های کاری مالیت با کسی صحبت نکن، چون انرژیت داره میره. خب اگه نیتت احساسیه باید بهت بگم زنگ و تماس خوشحال کننده ای داری، دیدار خوشحال کننده ای داری و دقیقا مسائل احساسیت رو هم با کسی در میون نذار. اون چیزی که میخوای خانومی که بهش فکر میکنی بهت فکر میکنه و دوباره رابطه شماها روی روال میفته انشاءالله. خب بریم برای نیت بچه‌هایی که نیت دسته دوم رو داشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب داره به من میگه 1 الی 2 وعده فاصله یا دوری بین تو و فردی که دوستش داری اتفاق افتاده. خب این 2 وعده رو بذار کنار. وقتی که تموم بشه انگاری که از آسمون برات نوید خوشحالی داره میاد. هم این آدم بهت داره برمیگرده، هم آدمای دیگه ای تو زندگیت میان. کاملا تصمیم با خودته، تو مختاری. انگاری که 2 تا یا چند تا آپشن داشته باشی، خودت تصمیم بگیری که با کی باشی و با کی نباشی، یا قدر یه سری مسائل زندگی تو بدونی و شکرگزاریت بیشتر باشه. میگه شکرگزاری داشته باش، خدا بهت عنایت کرده، داره نگات میکنه و اون نیتی که داری بهش میرسی. اگه نیتت کاری و مالی بوده، همزمان از پس 2 تا کاربر اومدن و برات دارم میبینم. میگه خود مسائل مالی اگه به هم ریخته است سیف کن، پولاتو انقدر بدجور خرج نکن. برنامه‌ریزی‌های بلند مدتی داری که انشاءالله تا 2 وقت دیگه داره انجام میشه. قطعاً به خواسته دلت داری میرسی. میدونم خیلی تلاش کردی، خیلی خسته شدی یا خیلی وقتا ناامید بودی، ولی اون چیزی که میخوای داره برات به تحقق میپیونده. انشالله برام خبرهای خوشی میارین.